برنامه پزشک خانواده پرسش‌های پزشکی مهم ایران است. چالش‌هایی که در سیستم بهداشتی ایران در 44 سال اخیر وجود دارد نشان دهنده این است که حمایت از اقدامات اصلی بهداشت اولیه شامل داروها، آزمایش خون و تصویربرداری پزشکی تحت پوشش یک بیمه دولتی ضروری است. بهبود مدل بهداشت اولیه پزشکی خانوادگی یک اصلاح مهم است و باید به عنوان مدل بهداشت اولیه تقویت شود. بر اساس تجربه خود به عنوان پزشک عمومی در ایران، بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات دسترسی به پزشک خانواده در منطقه خود برای مسائل پزشکی اساسی روبرو هستند. بنابراین بسیاری از بیماری‌های تشخیص داده نشده به عنوان یک مشکل پزشکی درمان نشده مزمن می‌شود و سلامتی مردم را در خطر قرار می‌دهد. در بهداشت اولیه آزمایش‌های خون اساسی از جمله CBS، UA، FE، NA، K، CA، آزمایش عملکرد تیروئید، سطح ویتامین D، سطح روی، AST، BUN، CR، ALT باید اغلب تحت پوشش بیمه قرار گیرند. هر استان، شهر و روستا باید بر اساس جمعیت خود به مناطق مختلف تقسیم شود و سپس تحت نظارت یک پزشک عمومی قرار گیرد که تعداد مشخصی از بیماران را در آن منطقه تحت پوشش قرار می‌دهند. در هر منطقه باید داروخانه و مراکز تصویربرداری پزشکی نزدیک به هر مرکز پزشکی خانواده وجود داشته باشد. گروه‌های اجتماعی با درآمد پایین و متوسط جامعه باید به راحتی دسترسی به بهداشت اولیه داشته باشند. برای اجرای برنامه چالش‌هایی شامل تنوع سازمان‌های بیمه، تخصیص بودجه، پرونده‌های الکترونیکی و ساختمان‌های فرهنگی وجود دارد. شرایط پزشکی بیماران باید در هر منطقه ثبت شود تا برنامه‌های آتی بر اساس اپیدمیولوژی پزشکی خاص اجرا شود. جمع‌آوری داده‌های هر بیمار می‌تواند نقش مهمی در درمان دقیق وی داشته باشد و برای هر مرکز پزشکی تسهیلات احتمالی باید فراهم شود. کمبود ویتامین D و B مانند بیماری‌های سیستم ایمنی بیشترین چالش‌هایی هستند که ایرانیان با آنها روبرو می‌شوند. بنابراین برنامه‌های پزشکی خاصی برای غربالگری باید وجود داشته باشد. اگر بیمار به خدمات تخصصی نیاز دارد، پزشک فرد را به متخصص که سطح 2 خدمات را ارائه می‌دهد ارجاع می‌دهد. پزشک متخصص اطلاعات مرتبط با وضعیت سلامتی بیمار و فرایند درمان را در یک پرونده الکترونیکی جمع‌آوری می‌کند. سطح 3 خدمات مربوط به افرادی است که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند و با انتقال با آمبولانس انجام می‌شود. پزشک عمومی به عنوان سطح اول بهداشت اولیه می‌تواند نقش اصلی در تشخیص ایفا کند و باید به عنوان یک برنامه ضروری در 100 روز نخست پس از فروپاشی رژیم گنجانده شود و در برنامه حکومت آینده و دولت‌های آن قرار گیرد. برای این منظور ما به دنبال جمع‌آوری اطلاعاتی از شمار پزشکان عمومی در ایران هستیم که قادر به شرکت در این برنامه هستند.